دای اول ذوالحجه را دستی کم نگیریم، که دای اول ذوالحجه علما میگن که بهتر است از دای آخر رمضان، و بعضی میگن که اینطور نیست. درستش است که دای اول ذوالحجه و دای آخر رمضان هر دوش بسیار خوب است و الحمدلله شما از دای آخر رمضان خیلی استفاده میکنین. خو از پیش آدم دای اول ذوالحجه میمانه، ولی علما این قسم جمع کردن که روزها در دای اول ذوالحجه بهتر است و شبها در دای آخر رمضان بهتر است. دو شبها شب قدر است بهتر است و دای روزها روز عرفه است بهتر است. روز عرفه بهترین روز سال است و شب قدر بهترین شب سال. بنابراین نکی از پیش ما در این روزها غفلت شود. ما من ایام، حدیث متفق علیه است، ما من ایام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام. در هیچ روز خدا اینقدر به عمل صالح ارزش نمیده که در این روزای در اول ذوالحجه میده. کسی گفت که حتی اگر در جهاد آدم عمل صالح انجام بده برابر این روزا نمیشه، گفت لا الجهاد فی سبیل الله. این جهاد هم که انجام بدی برابر این روزا نمیشه. دیگه حدیث میگه که هیچ روزهای مثل روزها نیست، فاکثروهن من التسبیح و التحمید و التکبیر. در روز زیاد تحمید بگوید، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. از کار در دهانتان همیشه جریان داشته باشه. و همچنان برای کسایی که قربانی میکنن و تصمیم دارن که قربانی کنن، اذا دخل عشره، و مجردی که دای اول ذوالحجه داخل میشه و اراد احدکم ان یضحی، و کسی که اراده قربانی کردن داره، فلا یمس من شعره و اظافره شیئا، هیچ از موی ناخن خود چیزی را کم نکنه. یعنی نباید موی ناخن خود بگیره. قرآن کریم این روزها را خیلی زیاد با ارزش توصیف کرده. ایام معدودات، ایام معلومات، فذکر الله فی ایام معلومات. الله را در این روزها یاد بکنین. به این خاطر بود که ابو هریره رضی الله عنه و ابن عمر رضی الله عنه هر دویشون می آمدن در بازارهای مدینه در روز میگشتن و بلند میگفتن که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. یا میخواندن مردم دکاندار و گذرا در پشتان بلند میخواندن. پس ما باید این سنت حداقل در خود خانواده خود زنده نگه کنیم. و در این روزها، در این 10 روز، روز عرفه میاد. روز عرفه بهترین روز سال است. دو روز اقدر گناهگار بخشیده میشه که در طول سال نمیشده باشه. دو روز الله جل جلاله در آسمان دنیا نزدیک میاد و هر کسی که توبه کنه توبهش قبول میکنه. بهترین دعا، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه بهترین دعا دعای روز عرفه است. در روز عرفه آدم دعا بکنه الله او را قبول میکنه. و بعد از او باز بهترین روز دیگه روز سال که است، روز اول عید قربان است. میگه افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر. یعنی بهترین روز در دنیا روز عید است، بعد از روز بعدیش روز دومید. بنابراین روز عرفه، روز اولید، روز دومید از روزایی است که مسلمان باید در عبادت بسیار زیاد بکوشه و غفلت نکنه. اینما کنا اینما